با سلام و احترام دوستان عزیز، امروز میخواستیم در مورد نوروبیون صحبت بکنیم. ویتامینی که امروزه خیلی به وفور بدون تجویز و به صورت روتین توسط افراد استفاده میشه به خاطر اون اثراتی که روی بدن افراد میذاره. خیلی از افراد اصلا عادت کردن تزریق این آمپول ها رو. ببینید، خب تا اونجایی که میدونین نوروبیون در حقیقت یک آمپولی هستش که مقادیر بالایی از ویتامین های B1، B6 و B12 درش وجود داره. ویتامین های B1، B6، B12 و کلا ویتامین های خانواده B یکی از ویتامین های ضروری برای بدن هستن که توی بسیاری از اعمال بدن نقش دارن. توی خونسازی ها که به دنبال خونسازی ها انجام فعالیت های عمومی بدن هستش، عملکرد مغزمون هستش که و سطح انرژی بدن که رابطه مستقیمی با میزان خونسازی بدنمون وجود داره نقش داره خانواده بی. برای همین اثراتی که این نوروبیون آمپول بر روی بدن افراد میذاره باعث میشه که اصلا به صورت روتین این آمپول رو استفاده بکنن. ولی تحقیقات نشون میده که سلول های ریه یکی از عواملی که میتونه این سلول ها رو مستعد به سرطانی شدن بکنه سطوح بالای ویتامین B هستش. به عبارتی با وارد کردن مقادیر زیادی از ویتامین های خانواده B در بدن ما سلول ها رو در بستری قرار میدیم که در حضور عوامل دیگه اینها سریعتر به سمت سرطانی شدن پیش میرن. پس چی کار بکنیم؟ بزنیم یا نزنیم؟ ببینین عزیزان، معمولا تمام افرادی که دارای رژیم های غذایی مناسب هستند، دارای رژیم های غذایی نرمال هستند، بیماری خاصی ندارند، سوء مصرف مواد ندارند، اعتیادهایی به مثلا الکل یا بقیه مواد ندارن، گوشت به مقدار کافی در رژیم غذاییشون وجود داره و کمخونی هایی مثل کمخونی هایی که در اثر بیماری های ژنتیکی یا در اثر خونریزی ها به وجود اومده ندارن، اینها سطح ویتامین B بدنشون معمولا نرمال هستش و نیازی به تزریق نوروبیون ندارن. در بقیه افراد هم باید با تجویز پزشکشون انجام بگیره. وقتی که آزمایش انجام میدن اگه سطوح این ویتامین کم باشه میان این ویتامین ها رو براشون تزریق میکنم. پس خواهش میکنم عزیزان از تزریق خودسر نوروبیون و بقیه مولتی ویتامین ها یا ویتامین ها به صرف این که بدن شما رو پر انرژی نگه میداره حتما خودداری بفرمایید و در صورت نیاز و با تجویز پزشک معالجتون از این ویتامین و بقیه ویتامین ها استفاده بفرمایید.